اسمش علی اکبر شیدا بود. متولد 1222 در شیراز. یکی از اون آدم‌هایی که اگه نبودن شاید امروز موسیقی ایرانی شکل دیگه‌ای داشت. شیدا نه فقط یه آهنگساز بود، بلکه صدای یه دوره از تاریخ ایران بود. دوره‌ای که موسیقی داشت از دربار می اومد بیرون و به دل مردم راه پیدا کرد. شیدا موسیقی رو از گوشه خلوت خونه به فضای عمومی آورد. تصنیف‌هایی مثل امشب شب مهتابه، دوش دوش، بت چین، ناوک مژگان پر از احساس عشق و لطافت مردمیه که تازه داشتن صدای خودشون رو پیدا می‌کردن. یکی از ویژگی‌های شیدا اینه که موسیقی رو با شعر پیوند زد. اون زمان تصنیف یه چیز ساده نبود، وسیله‌ای بود برای بیان حس اعتراض، عشق و حتی هویت ملی. به قول نویسنده کتاب از نجوای سنت تا قوقای پاپ، شیدا تونست موسیقی دستگاهی رو از انحصار درباری‌ها بیرون بیاره و به زبان مردم ترجمه کنه. در سالهای پایانی عمرش ساده و بی‌ادعا زندگی کرد، اما میراثی گذاشت که هنوز توی صدای موسیقی ایرانی زنده است. شیدا در سال 1285 چشم از جهان فرو بست. اگه امروز تصنیف رو بخش مهمی از هویت موسیقی ایرانی میدونیم، باید یادی کنیم از علی اکبر شیدا، هنرمندی که از دل مردم برای مردم خوند.